شان جان کومز یا پیدیدی یکی از قدرتمندترین انسانهای روی زمینه که تونسته بیشتر از 30 سال از زیر جرمهای خیلی بزرگی مثل قاچاق جنسی، مثل قتل و حتی خشونت‌های خانگی خیلی وحشتناک در بره. اما بالاخره FBI درگیر شده و فرستادتش به زندانی که به جهنم روی زمین معروفه. این ویدیو قسمت دوم از زندگی پرجرم و جنایت پیدیدیه. قبل از هر چیزی بهتون یه هشدار بدم، توی این ویدیو ما قرار درباره قتل حرف بزنیم، درباره خشونت‌های خانگی وحشتناک حرف بزنیم و قاچاق و سوء استفاده جنسی. پس آمادگیشو داشته باشین. بچه‌ها سلام، من آبنوسم و اینجا سلبولوژی. اینجا ما درباره دراماهای هالیوود حرف میزنیم و 0 تا 100 همه چی رو براتون توضیح میدم. ولی خب ماجرای امروز واقعیت اینه که دراما نیست، یه چیز خطرناکه، یه پرونده در حد جنایی، یه چیز وحشتناکه دیگه. ولی به هر حال اگه از این جور چیزا خوشتون میاد حتما سابسکرایب کنین و پاشین بریم سر ویدیو. ببین بهتون گفته بودم که این ویدیو قرار 3 تا پارت داشته باشه. پارت اول ما کاور کردیم و به نظرم حتما برین ببینینش، چون که یه دید خیلی خوبی بهتون از این که واقعا پیدیدی کیه میده. چون که توی پارت 1 ما اومدیم گفتیم پیدیدی کیه، چجوری به اینجا رسیده و دیگه درباره بزرگترین بیف تاریخ براتون گفتیم. چرا؟ چون که باعث شد که توپاک و بگی بمیرن و احتمالاً جفتشونو آقایی کشته، همین آقای دیدی. بعد دیگه درباره آشر و جاستین بهتون گفتم که ازشون سوء استفاده شده. اما براتون سوال بود دیگه، چرا سوء استفاده شده؟ خب پیش دیدی بوده، دیدی چیکار میکرده مگه؟ توی این ویدیو میگم. بعد اینکه درباره روابطش حرف زدیم، درباره خیلی حرف زدیم، به کسی رسیدیم. درباره کسی من براتون نگفتم. چرا؟ چون قرار امروز کامل 0 تا 100 کسی رو کاور کنیم و باکلاپ خیلی یه چیز وحشتناکیه. حالا به هر حال توی این پارت هم قرار درباره کل روند دستگیری و سقوط این آقا ما آشنا شیم. خب و توی پارت بعد هم درباره سلبریتی هایی که درگیر این ماجرا شدن حرف میزنیم. برای اینکه منابع حرفامو توی این ویدیو براتون بگم، منابع ما تمام حرفاییه که خود دولت آمریکا زده، حرفاییه که توی فایلشون هست، حرفاییه که تو فایل کسی هست، حرفاییه که توی هر شکایتی که ازش پر شده هست و حرفای وکیلاشونه که براتون میگمش و بهتون میگم هم هر کدومو کی نوشته. خب حالا بریم شروع کنیم. یادتونه بهتون گفتم سال 2006 دیدی میاد و یه مثلا آرتیست جدید رو پیدا میکنه، خیلی ازش خوشش اومده بوده، اسمش کسی بود. خب اینا سالها توی رابطه موندن و بالاخره مثلا سال 2018 آخرش اینا با هم کات کردن. خب اما 16 نوامبر سال 2023 بالاخره داونفال و سقوط این آقای دیدی شروع شد. چرا؟ چون که کسی اومد و یه دونه شکایتنامه پر کرد و منتشرش کرد برای اینترنت و جالبه بدونین 1 روز بعد اینا بدون اینکه دادگاه برن به توافق رسیدن. ولی همین شکایتنامه باعث شد که یه عالمه شکایتنامه دیگه بعدش بیاد و یه عالمه آدم دیگه بیان و داستانهاشون رو درباره پیدیدی بگن و FBI بره توی این جریان نگاه کنه ببینه چی بوده. خب چون یه چیز دیگه میدونین، یه چیز نبود که بین این 2 نفر فقط باشه، که چیزایی که توی این لاسوت بود چیزایی بود که واقعا برای جامعه خطرناکه. به هر حال این شکایتنامه رو که نگاه میکردی نسبتا عجیب بود، نسبت به بقیه شکایتنامه ها فرق داشت. اولش تریگر وارنینگ زده بود، اومده بود هشدار داده بود، گفته بود که صحنه‌های خیلی بدی توش توصیف شده و یه چیز مثلا چیز بود که بابا هیچ جا مثلا نمی نویسن، توی هیچ شکایتنامه این نوشته نمیشه. در نظر بگیر چقدر وحشتناک بوده که همچی چیزی نوشته و واقعا هم وحشتناک بود. اول این کیس کسی میاد شان رو معرفی میکنه، بعد میگه یادته اومدی تو سخنرانیت گفتی که مرسی از کسی که منو توی دوران تاریک عقب نگه داشته بود. کسی میاد چی میگه؟ میگه که دوران تاریک برای کسی زمانی بود که شان کسی رو توی یک چرخه سوء استفاده، خشونت و قاچاق جنسی قرار داده بود. و این شروع اول 35 صفحه شکایتنامه است. توی این شکایتنامه دقیقاً نام برده میشه. اولش اتفاقات وحشتناکی که برای کسی افتاده. 1 زمانی که کسی میخواسته با شان کات کنه، شان میاد و بهش میکنه. من نمیتونم توی اینجا این کلمه رو بگم، خودتون بگین. 2
اینقدر کسی رو تو طول رابطه میزده که همیشه یه خدا بدنش کبود بوده و زخمی بوده. 3. ماشین یکی رو منفجر میکنه چون که داشته با کسی حرف میزده و اون موقع این 2 نفر با هم نبودن. 4. مجبور میکرده کسی رو که با بقیه مردها بخوابه و این بشینه نگاه کنه و به خودش لذت بده. 5. مجبور میکرده کسی رو که بیاد سلاحهای گرمش رو بذاره توی کیفش و حملش کنه براش و کسی معتقده که شان این کار رو میکرده تا کسی رو بترسونه، بهش بگه ببین من چقدر قدرتمندم، ببین من چقدر خشنم، ببین من چقدر ترسناکم، بترس. 6. مجبور میکرده کسی رو که هم مواد هم الکل بسیار زیاد در حالی که نمیخواسته و مصرف کنه. اما توی همین پرونده تایملاین هم از رابطهشون داده شده که من میام الان این تایملاین رو براتون بررسی میکنم. کسی و شان اولین بار اواخر سال 2005 یا اوایل سال 2006 همدیگه رو میبینن. بعد از اینکه شان اولین سینگل کسی رو توی یک بار شنیده بوده و خیلی خوشش اومده بوده و تصمیم گرفته بوده که با کسی قرارداد ببنده. اون زمان کسی 19 ساله و شان 37 ساله بوده. توی فوریه 2006 میشه و کسی به اندازه 10 تا آلبوم با بد بوی رکوردز که لیبل آقای دیدی بوده امضا میکنه قرارداد. وقتی اولین آلبوم میاد، زمانی که میخواستن تبلیغش کنن خیلی استرس داشته که کسی و مثلا خیلی نروسور بوده. به خاطر این شان میاد توی سخنرانیش چی میگه، بذارین بخونم براتون. تو میتونی استرس تو صداش بشنوی و من به این موضوع لبخند زدم چون باعث شد قدر چیزی که در موردش بیشتر از هر چیزی دوست داشتم و بدونم، اون که این یه آدم معمولیه. و بعدش هم میاد ادامه میده که آره مثلا هر کسی با یک شروع یک دفعه و یک شهرت یک دفعه‌ای یه جوری دست و پنجه نرم میکنه و یه جوری دیل میکنه و یه جوری کنار میاد. ولی بعد اون دیدی فهمیده بود که کسی چقدر تازه کاره و چقدر تو باغ نیست، میدونی بچه است و چقدر راحت میتونه کنترلش کنه. پس تصمیم میگیره نه تنها جنبه کاری زندگیشو کنترل کنه بلکه وارد جنبه خصوصی زندگیش شه. نوامبر 2006 زمانی که دیدی از کسی میخواد بیاد باشه اجرا کنه و داشتن مثلا کسی رو برای اجرا آماده میکردن، داشتن آرایشش میکردن، میکاپ آرتیسته بهش میگه خبر داری که مثلا دیدی ازت خوشش میاد. این هم مثلا چون خیلی فاصله سنی داشتن که نه بابا فلان اینا اینجوری نیست، با خودش اینجوری میگه. خب ولی اونجا اولین باری بوده که یکم با لایف استایل دیدی آشنا میشه، اینکه چجوری پارتی میکرده، با این چیزا یکم آشنا میشه. ولی یک کمی بعد دیدی میتونه خودش رو وارد زندگی شخصی کسی کنه. خودش رو به تولد 21 سالگی کسی دعوت میکنه و اون زمانی بود که خود دیدی داشت به صورت پابلیک با کیم پورتر قرار میذاشت و خود کسی هم دوست پسر داشت و تو فکر میکنی خب این باعث میشه که دیدی نره دنبال کسی دیگه. نه اصلا باعث نشد، بدتر اتفاقا رفت. احساس میکرد چالش برانگیزه براش. زمانی که اینا توی افتر پارتی تولد کسی بودن، دیدی میاد دسته که کسی رو میکشه میبرتش توی دستشویی و به زور میبوستش و اونجا کسی انقدر حالش بد میشه که به زور خودش رو میکشه بیرون، میره میدوه بیرون، گریه میکرده و چون میترسیده، ببین از اولش میترسیده، چون میترسیده میره فقط به بهترین دوستش میگه و به هیچ کس دیگه ای نمیگه. فردای اون روز کسی و دوست پسرش با دیدی سر یه میز توی VMA نشستن و دیدی داد و بیداد راه انداخت که چرا دوست پسر تو آوردی؟ این قرار بوده فقط تو بیای، چرا اینو آوردی فلان اینا. که مثلا دیدی کلن از اینجای کار سعی میکرد هر کاری کنه تا کسی رو تنها گیر بیاره، پیش دوست پسرش نباشه. خب چون کسی سعی میکرده که همه جا رو با دوست پسرش پیش دیدی بره. ولی یه روز سال 2007 زمانی که قرار میشه که اینا با هم دیگه یک کلاب برن، دیدی میاد دنبال کسی و کسی میبینه که دیدی از الان کاملا مسته و همین که سوار ماشین میشه دیدی بهش یه قرص میده و بهش نمیگه این قرصه چیه و بهش دستور میده که این قرص رو باید بخوره. خب
و بعدن بوده که کسی میفهمه که این قرص اکسسی بوده. دیدی در حالی که مست بود بسیار دیوانه‌وار داشته رانندگی میکرده و کسی هم میترسیده چیزی بگه، چون میدونسته که دیدی چقدر آدم خشنیه. اینا میان که وارد کلاب شن، راهشون نمیدن چون که خیلی حال دیدی بد بوده و دیدی خودش پا میشه میره و کسی رو به صورت های ول میکنه و کسی اولین بارش بوده که های میشده. خب ولش میکنه و کسی تمام شب داشته بهش تکست میداده که چرا ولم کردی، تنها من چیکار کنم، نمیدونم چیکار کنم اینا. ولی بهتون گفتم که کسی بدون دوست پسرش نمیخواسته پیش دیدی بره دیگه. آقا این میاد یه نقشه میریزه، میاد یه سفر کاری فیک جور میکنه که کسی مجبور شه به خاطر کار پاشه بره فلوریدا. توی این سفر دیدی مجبور میکنه کسی رو که یک مقدار بسیار زیادی مواد مصرف کنه و انقدر این مواد رو مصرف میکنه که دیگه کسی توانایی نگفتن نداشته و اونجا اولین بار ما هم دیگه رابطه داشتن این دو نفر. بعد اون تمام کنترل رابطه توی دست دیدی بوده، چه از نظر مالی، چه از نظر شغلی، چه از نظر خانوادگی، چه از نظر جنسی، از هر نظر کنترل دست این آقا بوده و تا بتونه که این کنترل رو واقعا نگه داره انقدر به کسی مواد داده بوده که کسی معتاد شده بوده. بعد از اون دیدی سابقه پزشکی کسی رو هم کنترل میکرده کلن. مثلا یه بار به خاطر مصرف بالای مواد و به خاطر ضربه های خیلی وحشتناکی که به سرش خورده بوده کسی مجبور میشه MRI بگیره چون که دچار از یاد بردن خاطرات شده بوده. خب و زمانی که این MRI رو میگیرن نتیجه MRI مستقیما به ایمیل دیدی میره و خود کسی هیچ وقت حتی نتونسته که نتیجه MRI اون موقعش رو ببینه. یا مثلا خیلی اتفاقات دیگه مثل این افتاده، کلا مدیکال رکورد سابقه پزشکیشو این کنترل میکرده. بعدن یکی از کارهای بسیار عجیبی که این آقا میکرده این بوده که اومده از کسی پرسیده، گفته که میگم تو بابا بزرگ تو چی صدا میزنی؟ کسی گفته پاپ پاپ. گفته خب پس از این به بعد من رو مجبوری پاپ پاپ صدا بزن. ای بعد اون حداقل 2 بار کسی رو توی طول رابطه مجبور کرده که براش چیزشو حمل کنه، تفنگشو حمل کنه و کسی میگه که به خاطر اینه که میخواسته منو بترسونه. تو طول رابطه دیدی خیلی کسی رو بد میزده و بعدن از قدرتش استفاده میکرده تا بتونه شواهد رو مخفی کنه که گرفته این بچه رو زده. خب مثلا میومده یه هفته میفرستادتش تو هتل، تو اتاق هتل زندانیش میکرده، حقم نداشته بیاد بیرون و دیگه هیچی دیگه تا وقتی زخماش خوب شد. بعد بعضی وقتا این زخما انقدر بد بوده که چند روز تا 1-2 هفته طول میکشیده تا خوب شن. اولین باری که اینجوری میزنتش بعد یه پارتی با جیزی بوده که میاد و دیده بوده که مثلا داره با یه مردی حرف میزنه، حرف مکالمه میزنه، میاد میگیره انقدر میزنتش تو ماشین و بعدش هم از ماشین پرتش میکنه بیرون. این بدبخت مجبور بوده اون موقع شب تنهایی پیاده بیاد تا آپارتمانش و به آپارتمانش که میرسه 3 روز خودشو مثلا چی میکنه، نمیاد از آپارتمان بیرون. بعد اون میفهمه که میترسه، به هیچکی نمیتونه بگه چیزی، به خاطر این دیگه پا میشه میاد. توی ژانویه 2009 فهمیده بود دیدی که کسی اومده با یه منیجر موسیقی دیگه حرف زده. اونجا کسی رو توی یه گوشه از ماشین هول میده و با پا صورتش رو له میکنه و وقتی میرسن میخوان مثلا سکیوریتی اینا سعی میکنن که جلوش رو بگیرن ولی نتونستن و وقتی به خونه رسیدن کسی سعی میکنه فرار کنه ولی دیدی میندازتش تو رو زمین و دوباره صورتش رو با پا له میکنه. بعد اینکه کسی وارد خونه میشه تا میتونه بالا میاره، انقدر حالش بد بوده و دیدی وقتی که میفهمه چقدر مثلا اتفاقی که افتاده بد بوده برای کسی، هیچ
کاری نمیکنه، میفرستتش توی یه هتل زندانیش کنن یه هفته. کسی میگه که استفا و کارکنای دیدی بیگناه نبودن، چون اونا همشون خبر داشتن چه اتفاقی میافتاده و نه تنها کمکی نمیکردن به کسی، بلکه کمک میکردن به دیدی که گنداشو پنهون کنه. حتی کسی احساس میکرده که اگه بره به پلیس چیزی بگه احتمالاً دیدی میاد اینا رو هم میخره و خب کسی توی شرایط بدتری گیر میکنه، چون میگیره میزنتش دیگه. بعد بعیدم نبوده، چون واقعیت اینه که LAPD اینا تو LA بودن اون موقع و LAPD خیلی سابقه بدی از این نظر داره. یعنی هرچی بگی داستان هست از این که میتونن پلیس LA رو بخرن. توی ماهای اول رابطهشون بوده که برای اولین بار دیدی کسی رو مجبور میکنه که با یک مرد دیگه که کارگر جنسی بوده بخوابه و دیدی هم نگاه کنه و خودش رو به اوج لذت برسونه و اسم این پارتی هم فریکاف بوده و ما اولین بار اینجا با اصطلاح فریکاف که خیلی قراره باهاش کار داشته باشیم آشنا میشیم. اولین باری که این اتفاقات میفته توی خونه الی خود دیدی بوده و دیدی اومده بوده یه کارگر جنسی مرد رو استخدام کرده بوده تا بیاد و اجرا داشته باشن با کسی و خودش فیلم میگرفته و به خودش لذت میداده و این اتفاق بار اول چندین روز ادامه داشته. توی این فریکاف ها اتفاقی که میافتاد این بود که همیشه یه عالمه مواد باید مصرف میکردن همشون. دیدی این فریکاف ها رو همیشه میخواست و از یه جایی به بعد از کسی میخواست خودش بره اون مرد رو انتخاب کنه، بعد بیاد بیارتش، بعد بره هتل رزرو کنه، همه کارو بکنه آماده حاضر که آقا بیاد تماشا کنه. دیدی اصرار داشت که حداقل هفته یه بار باید این فریکافا برگزار شه و در واقع هر وقت اراده میکرد باید برگزار میشد. یعنی اگه اراده میکرد هفته 7 روز هم برگزار شه باید هفته 7 روز برگزار میشد، هر جور آقا میخواست. و تو طول این فریکافا دیدی خیلی خشن میشد، در حدی که توی این کیس اومده که یک بار انقدر دیدی خشن شد که اتاق هتل انقدر خراب شده بوده که $10,000 جریمه شدن اینا. دیدی اگه از یه نفر خوشش میومد که کارگر جنسی بود، هر جای دنیا بود میومد یه پرواز میگرفت اینا رو بیارن، این خانم یا آقا رو بیارن، استفهاش باید هم اونا رو میآوردن هم میومدن قبلش اتاق رو، سویت هتل رو آماده میکردن برای خدماتی که قراره برای آقا ارائه شه. مثلا بهت میگم یه عالمه مواد میذاشتن، چون همیشه باید کلی مواد بود توی اونجا، چون همه باید مواد مصرف میکردن، اجباری بود. یا مثلا بهت بگم که روغن بچه میبردن، لوب میبردن، چیزای این مدلیو میبردن تو اتاق میذاشتن تا برای شب آقا آماده باشه، شب یا روز یا هر وقتی که دلش بخواد آماده باشه. گفتم که دیدی مجبور میکرد که همه قربانی ها یه عالمه مواد مصرف کنن و کسی اینا رو مصرف میکرد، نه تنها چون که دیدی دستور داده بود، بیشتر به خاطر اینکه خودش میگه نمیخواسته که احساس کنه، میخواسته از دنیا دور شه، از حواسش پرت شه، تو حال خودش نباشه، حداقل نفهمه چه بلایی داره سرش میاد، میدونی؟ و اینقدر این فریکافا وحشتناک بوده که بعد هر جلسه فریکاف قرار بوده که میومدن مثلا بهشون آیوی فلوید تزریق میکردن که آب بدنشون که رفته بوده، اکسیژن رفته بوده برگرده. اینقدر که مواد مصرف میکردن و اینقدر که همه چه خشن بوده. قبل هر فریکاف کسی اینقدر حالش بد میشده که ای بالا میآورده و زمانی که بالا میآورده دیدی میومده بالا سرش، هی مثلا چیزش میکرده، سرزنشش میکرده تا بیاد براش اجرا کنه و بالاخره هم به زور میگرفتتش میآوردتش که اجرا کنه براش. کسی میگه دیدی تقریبا تمام این فریکافا رو ضبط میکرده و ازشون ویدیو نگه میداشته و حتی اگه کسی میومده یه ویدیو رو حذف میکرده دیدی بهش اطمینان میداده که هیچ وقت نمیتونه یه ویدیو رو حذف کنه و اگه بخواد میتونه برش گردونه. و حتی یک بار زمانی که توی هواپیما نشسته بودن دیدی میاد رو صندلی کنار کسی میشینه و یه فیلمی که کسی فکر میکرده دیلیتش کرده رو
پخش میکنه براش و مجبورش میکنه که تا آخرش رو نگاه کنه. وسط این فریکاف ها دیدی میگرفت و کسی رو جلوی اون مثلا کارگر جنسی میزد و این باعث میشد کسی خیلی ناراحت شه و دیدی بعدن با هدیه های مختلف سعی میکرد جبرانش کنه. مثلا میرفت یه دیزاینر بگ براش میگرفت، میخوام که نخری. هر زمانی که کسی سعی میکرد که مخالفت کنه با اینکه الان فریکافو انجام بدیم، دیدی بهش میگفت که تهدیدش میکرد و بهش میگفت که تو خیلی چیزا برای از دست دادن داری. شرط کار کردن روی آلبوم دوم کسی این بود که باید هر دفعه قبل از ضبط یه جلسه فریکاف داشتن، اگه نداشتن آقا نمیومد برای ضبط، نمیذاشتم کسی بره. بعد توی آگوست 2015 تولد 29 سالگی کسی بوده، وسط تولد آقا درخواست یک فریکاف میده. بدبخت بیچاره روز تولدش درخواست یک فریکاف میده و اینا مجبور میشن پاشن برن. خب بعد مثلا اینکه دوست اینا برمیگردن هتل، دوست کسی هم تو همون هتل بوده، برمیگردن تو هتل، این دوست کسی یه چیزی میگه، مثلا میگه که اگه نمیخواد لازم نیست مثلا باهات رابطه داشته باشه هر زمان تو بگین، اگه همچی چیزی بهش میگه. این آقا انقدر عصبانی میشه که میبره دوست کسی و تل میده، میبرتش سمت بالکن و از طبقه 17 هم از چیز پاش، از مچ پاش میگیرتش، آویزونش میکنه و میگه میندازمت و بعدش نمیندازتش، میارتش اینور. ولی این مهمه که کسی انقدر اون موقع حالش بد بوده و های بوده که حتی نفهمیده چه اتفاقی، فقط میدیده، نمیتونسته هیچی بگه. هر زمان که کسی درباره تموم کردن رابطه حرف میزد، اینقدر دیدی تهدیدش میکرد به خشونت که مجبور میشده برگرده. یه بار اینا کات کرده بودن، اینا بعد برگشته بودن به هم. بعد توی سفر که بوده دیدی از سفر برگشته بوده، درخواست یه فریکاف داده بوده. خب بعد توی این فریکافه یه دفعه میره گوشی کسی رو ور میداره، میبینه این داره با یکی حرف میزنه به نام کیتکادی و میاد تهدید میکنه که من میرم ماشین کیتکادی رو منفجر میکنم و یه وقتی هم منفجرش میکنم که خودش رو دوستاش تو خونه باشن، همه ببینن من چقدر گنگم مثلا. خب بعد میاد و واقعا چند روز بعد این اتفاق، واقعا یعنی اخبارش هست که جدی و واقعی ماشینش منفجر شد کیتکادی. یکی از دفعاتی که دیدی کسی رو زده بود، قرار میشه پسر دیدی بیاد خونهشون. خب بعد کسی میاد پایین، کم آرایش کرده بوده، کبودیاش هنوز مثلا که معلوم بوده. آقا بهش میگه که برو بالا، باید بیشتر آرایش کنی، برو بیشتر آرایش کن، برگرد. پسرم نباید توی همچی وضعیتی تو رو ببینه. توی مارچ 2016 وسط یه فریکاف دیدی با مشت میزنه توی صورت کسی و کسی بعد اینکه دیدی میخوابه سعی میکنه فرار کنه و از اتاق هتل که میاد بیرون، میاد که سمت آسانسور بره، آقای دیدی از خواب بیدار میشه، میاد دنبالش، میکشتش، وحشتناک میزنتش. ولی خب بالاخره کسی میتونه در بره و از هتل بره، اما از ترسش برمیگرده تا معذرت خواهی کنه که کارکنان هتل اجازه نمیدن بره بالا و معلوم میشه که کارکنای هتل $50,000 گرفته بودن برای اینکه فیلم رو، مثلا اون فیلم دوربین مدار بسته رو به دیدی بدن و پخشش نکنن. اما چند ماه پیش توی می CNN این فیلم رو منتشر میکنه و یه فیلم وحشتناکه، من واقعا نمیتونم تو یوتیوب بذارمش، گیر میده، ولی یه فیلم وحشتناک سرچ کنین میاره. بعدن ها هم دیدی خیلی از قدرتی که نسبت به شغل کسی داشته استفاده میکنه. مثلا یه نفر به کسی گفته بوده اگه جواب دیدی و ندی ما آهنگتو منتشر نمی کنیم و بری جوابشو بدی. آخر این رابطه اونجایی بوده که توی یه رستوران بودن با هم دیگه کات میکنن، قرار بوده کات کنن، دیدی میاد که کسی رو برسونه خونه، خودش به زور وارد خونه میشه و اونجا به کسی
میکنه و بعد از اون کسی تمام ارتباطش رو با دیدی قطع میکنه، قراردادش رو با بد بوی تموم میکنه، همه یه چیزایی که دیدی پولش رو داده بوده رو ول میکنه و سال 2019 هم اتفاقا با یک چیز وارد رابطه شد، با یک پرودوسر دیگه وارد رابطه شد و خیلی هم رابطهشون خوبه. فکر کنم 2 بچه داره و من خیلی خوشحالم که بالاخره از دست دیدی نجات پیدا کرده بعد این همه سال. واقعا گناه داره و یه چیزی که هست بچه‌ها، واقعا نمیشه قضاوت کرد که چرا این همه سال توی این رابطه بوده. واقعیت اینه که تمام آرزوها، تمام شغل، تمام قدرت از نظر چه فیزیکی چه روحی روانی، از هر نظر دست دیدی بوده. خب و کسی واقعا نمیتونسته از این رابطه بیاد بیرون. بارها توی من ننوشتم ولی بارها مثلا توی این لاسوت اومده که کسی سعی کرده بیاد بیرون نتونسته. خب یه چیز واقعا وحشتناکه و در نظر بگیر این آدم یه آدم بسیار قدرتمند بوده. اگه پارت قبلی رو دیده باشین میدونین از زیر چه چیزایی این آدم در رفته. معلومه که میتونه از زیر اینکه خشونت خونگی داشته و چیزم در بره. ولی این پرونده، یعنی این شکایت نامه، باعث شد یه عالمه شکایت بعدش برای دیدی بیاد. حالا چیزی که گفتم بهتون، با $1,000,000 اینا کنار اومدن، یعنی یه روز کلن لاسوت بیرون بود. خب بعدش اصلا رفت. اما چیزی که مهمه، تأثیری که روی جامعه داشت، مردم فهمیدن آقا اگه این اومده حرف زده، منم میتونم بیام حرف بزنم و تجربه خودم رو با این آدم بگم. حالا این مبلغی هم که باش کنار اومده بودن سر این چیز، شکایت نامه، $30,000,000 طبق گزارشات بوده. همون هفته 3 قربانی بعد این اومدن بیرون و حرف زدن. یکیشون گفته بود که سال 1991 دیدی بهش کرده، بعد فیلم گرفته از این موضوع و به بقیه هم نشون داده و این خبر نداشته از هیچ کدوم از اینا و بهش موادم داده بوده. یه نفر دیگه برای سال 1990 همین شکایت رو کرد و اون موقع گفت که 16 سالش بوده و بعد از رابطه، فردای اون رابطه، انقدر گلوش و فشار میده که بیهوش میشه این فرد. بعد اینا دیدی اومد تو اینستاگرامش گفت نه اینا همش دارن دروغ میگن، دارن چهره منو خراب میکنن، اینا همشون پول میخوان، همشون دروغ میگن، من فقط راست میگم. ایناشو نذاری. ولی بعد این پستش دوباره یه شکایت دیگه اومد که توی این میگفتن که زمانی که 17 سالش بوده قربانی، ترافیکش کرده بودن، یعنی قاچاق جنسیش کرده بودن، همین کاری که با کسی میکرد، تو فری کافا شرکت میکرد اینجوری. و بعد از اون مهمترین شکایت بعد از شکایت کسی پر شد که توش اسم آورده، قشنگ اسم کسای دیگه جز خود دیدی آورده شده. شکایت از لیل راد بوده که پرودوسرش توی آلبوم آخرش بوده و این 2 نفر به مدت 13 ماه با هم دیگه زندگی میکردن رسما، چون باید روی آلبوم دیدی کار میکردن. 26 فوریه 2024 این آقا میاد و یک شکایت 76 صفحه‌ای پر میکنه. این شکایت درباره خیلیا گفته بوده به جز خود دیدی که حالا من خیلی واردش نمیشم. لیل راد میگه که زمانی که کار میکرده دیدی بهش میگفته که همه چی رو ضبط کنه، در نتیجه به صورت صدا یا به صورت فیلم خیلی از حرفاشو میتونه اثبات کنه، چیزی که خودش میگه. ایشون میگه سر اینا ویدیو داره، یکی این که مجبورشون میکرده که مواد مصرف کنن، یه ویدیو داره سر این که میگه سلاح غیرقانونی دارن، قاچاق جنسی دارن و این که قاچاق از بچهای زیر سن قانونی و این که کریستین پسر دیدی از یه زن سوء استفاده جنسی کرده. چیزای دیگه ای که میگه اینه که یک نفر که از خودش سوء استفاده جنسی کرده یه سری مشخصات داده که مثلا گفته یک رپر فیلادلفیا که برای این معروفه که با نیکی میناج قرار میذاشته. خب این کیه؟ معلومه. بعد میگه که مثلا این میک میل با
دخترای زیر سن قانونی رابطه داشته. از اون ور گفته مثلا اطلاعات داده درباره کریس براون، گفته اینم همون کارو میکرده و چیزی که میگفته اینه که همه این اتفاقات تو پارتیای دیدی اتفاق میافتاده. از اون ور خود دیدی خیلی بهش دست میزده به جاهای خصوصیش. بعد دیدی رادو مجبور میکرده زمانی که میخواد کار کنه بیاد تو دستشویی، در حالی که خود دیدی لخت مادرزاده داشته راه میرفته تو هموم، این بیاد کار کنه. این بدبخت از اون ور میومده لرادو مجبور میکرده که با خودش بیاد تو فریکافا شرکت کنه و با مردای دیگه سکس داشته باشه، با اینکه نمیخواسته و خودش زن و بچه داره. دیدی گفته بوده که خودش با چند نفر سکس داشته که یکی از این مردهای معروفی که گفته بوده یکیشون این بوده، گفته بوده که یک خواننده R&B معروف که توی سوپر بول اجرا داشته و یک وگاس رزیدنسی خوبم داشته که خیلی شبیه آشره. احساس میکنم هممون میتونیم کنار هم بذاریم چیزا رو. پازلو آشره داره میگه با آشر سکس داشته. ویدیو قبل یادتونه؟ آره. حتی لراد هم میگه که مجبور بوده با آدمهای دیگه، مردهای دیگه رابطه داشته باشه تا آقای دیدی لذت ببره. لراد میگه یه بار بهش مواد انقدر داده بوده که هیچ یادش نبوده و فردا صبحش بیدار میشه میبینه بین خودشه و دیدی و یه 2 تا مرد دیگه تو تختن. بعد از اون ور دیدی میگفته اگه کاری کنی بهت مال و اموال میدم. بعد بهش گفته بوده اگه کاری که من میگم به تو بکنی یه کاری میکنم که مثلا جایزه پرودوسر سال گرمی رو ببری. یا بعد اگه هم بهش میگفتن نه، میگفته من حاضرم برای اینکه به چیزیم که میخوام هر کاری بکنم، حتی حاضرم مامان خودمون بکشم. دیدی میگفته. از اون ور لراد میگه که دیدی درباره این که مثلا به بقیه شلیک میکنه هم پوز میداده. یه بار مثلا نشسته پوز داده، گفته که آره اون سال 1999 رو شنیدی؟ من و جیلو بودیم، جیلو چیز منو حمل کرد، تفنگ منو حمل کرد، بعدش تازه شم من زدم بهش و گفتم شاین گردم بگیره، خودش تایید کرده. بعد ببین من اینو که شنیدم که به جیلو گفته که سلاحش رو حمل کنه، یک کم به این فکر افتادم شاید با جیلو هم رفتار خوبی نداشته، چون که کسی هم گفته بود مجبورش کرده بوده که سلاحش رو حمل کنه اگه یادتون باشه. از اون ور لراد میگه که دیدی توی همه اتاقاش یه عالمه دوربین داشته و عکس و فیلم از سلبریتی‌ها، ورزشکارا، سیاستمدارا، از همه اینا فریکافشون داره. دیدی همه این اتهامات رو آف کورس رد میکنه، ولی همین جریانات باعث میشه که پلیس توی مارچ 2024 بره و خونه‌شو بگرده و ما میدونستیم که اینا رفتن خونه‌شو بگردن، نمیدونستیم به خاطر چیه، نمیدونستیم سر چیه. یه ایده‌ای داشتیم، یعنی مثلا من خودم اومده بود اینجوری بودیم که خب احتمالاً درباره مثلا سوء استفاده جنسی دیگه دارن تحقیق میکنن، چون که خب همون لحظه یه عالمه کیس براش اومده بود دیگه. توی این خونه یه عالمه چیز میز پیدا کردن که شامل یک موردی که الان میگم اون موقع بعدنم میگم میشه یک عالمه وسایل الکترونیک که توی همشون یه عالمه فیلم بوده پیدا کردن و اونا رو میخواستن. چیز اصلی که دنبالش بودن اینا بوده و اون موقع چجوری تونستن اونجوری با اون خشونت وارد خونه دیدیشن؟ اجازهش رو اینجوری میدن. خب یه مأمور FBI بود مصاحبه میکرد، میگفت برای اینکه ما بتونیم یه همچی مثلا دستوری بگیریم، یه همچی اجازه‌ای بگیریم که وارد خونه یک نفر شیم، 2 تا راه داریم. یک، این که ثابت کنیم مدارک داره نابود میشه. 2، این که باید ثابت کنیم که جون یک سری آدم در خطره. یکی از این 2 تا. و به نظر من داشتن ثابت میکردن مدارک داره نابود میشه، چون که لراد وقتی که اینا رو گفته بود قاعدتا دیدی میاد مدارک رو نابود میکنه دیگه. به خاطر این تو اولین فرصت که تونستن FBI رفته و خونه‌ش رو گشته و یه عالمه چیز میز پیدا کرده که جلوتر بهش میرسیم. اینجا فدز اعلام میکنن که دارن روی دیدی کار میکنن، رو پرونده دیدی کار میکنن، اما از اون ور یکم بعدش خبر میاد که پسر دیدی کریستین دوباره میاد ازش شکایت میشه برای اینکه به یک زن تجاوز کرده. خب و بعد از اون توی می سال 2024 فیلم اون CNN مال کسی میاد و بالاخره 16 سپتامبر سال 2024 که امسال باشه دیدی دستگیر میشه و این واقعا شوکه کننده بود. با اینکه میدونستیم قراره به زودی دستگیر
دستگیر شه، من فکر نمی‌کردم زیر 6 ماه دستگیر شه و زیر 6 ماه دستگیر شد و این یه چیز واقعا عجیب بود. یعنی نشون میده اینا خیلی وقت داشتن روی این پرونده کار میکردن، ما تازه فهمیدیم. شان رفت زندان، رفت جیل، در واقع پرزن نرفت، جیل رفته زندان. خب ولی از اون موقع چند بار، آخرین بار یکی دو روز پیش بود، درخواست داده که بیاد بیرون ولی نتونسته بیاد بیرون، خدا رو شکر، چون که خیلی وحشتناکه کارایی که کرده. اما حالا بریم سر کیس. قبل هر چیزی باید بدونین که این کیس یه سیویل کیس نیست، کریمینال کیسه، یعنی بین دو نفر خاص نیست. یه چیزیه که دولت تصمیم گرفته که این موضوع برای جامعه خطرناکه این آدم و خودمون باید درگیر شیم و خودشون درگیر شدن. و چیزی که وجود داره اینه که چون که پلیس نیویورک الان درگیر شده، احتمال بالای 95% اینا برندن و تا آخر عمرش دیدی تو زندانه. چرا؟ چون اینا معمولاً اکثر پرونده ها رو که برنده میشن این که هیچی، ولی معمولاً زمانی درگیر میشن که مدارک کافی رو دارن و خودشون هم گفتن که مدارک کافی رو دارن. از اون ور دپارتمان نیویورک توی زمینه سکس ترافیکینگ کاملا حرفه‌ای ان. سکس ترافیکینگ یعنی قاچاق جنسی، کاملا حرفه‌ای ان. خب و یه چیزی نیست که مثلا شما بگی که دست 4 نفر معمولی نیست، دست یه سری کساییه که مثلا جزیره اپستین رو کار کردن، میدونی؟ بعد یادتونه اون دفعه که اینا رفته بودن خونه دیدیو گشته بودن، خب اون موقع یک سری چیز نیست پیدا کردن، مدارکی که پیدا کردن یه عالمه مدرک دیجیتال بوده که هیچی، بعد یه عالمه تفنگ غیر قانونی بوده، یعنی یه سری تفنگ قانونی، یعنی این غیر قانونیاش بوده. خب یه سری تفنگ غیر قانونی بوده، یه سری سلاح‌های وحشتناک بوده. بجز اینا هزار تا روغن بچه و لوبریکانت بوده. وکیلش برای دفاع از این موضوع چی گفته؟ اومده گفته آخه تارگت، یه دونه فروشگاه زنجیره، تارگت نزدیک خونشه رفته هزار تا خریده. دیدین دیگه این آمریکایی‌ها همه چی رو زیاد میخرن. زیاد یعنی 10 تا 1000 تا. بعد حالا یه چیز بگم درباره این 1000 تا چیز بیبی اویل، چیز روغن بچه، خیلی تئوریا دادن، گفتن مثلا میومده روغن رو میریخته رو زمین تا کسی مثلا وقتی میخوان فرار کنن بچه‌ها لیز بخورن و اینا. ببین اینا رو ما نمیدونیم. خب اینا رو ما نمیدونیم. من بیشتر تو ذهنم اینه که به عنوان همون لوب استفاده میکردن. ولی حالا جالبیش به اینه که شما اگه روغن بچه رو به مقدار زیاد بخوری، یعنی تو دهنت بره، باعث چیز میشه، باعث نمونیا میشه، زاتوریه میشه. ویدیو قبل یادتونه که کیم با زاتوریه مرده بود، بعد خیلی مشکوک بود اکسش، برین ببینید. بعد یه عالمه از اونور چیزای غیر قانونی هم پیدا شده بود، مواد غیر قانونی پیدا شده بود. مثلا یکیشون کوکائین صورتی، همچین چیزی که هرچی هست وقتی که تو صورتت اونو فوت کنن، حتی مثلا خودت بکشی، اینا باعث میشه شما کلا قدرت اختیارتو از دست بدی و مثلا یه چیزایی قبول کنی که در حالت نرمال قبول نمی‌کردی و اون موقع نمیفهمی. خب اینو من توی اینترنت دیدم، خودم مطمئن نیستم. اما خب حالا بریم سر متن پرونده. پرونده اینجوری شروع میشه، بذارین بخونم اینجاشو. شان کومز با سوء استفاده و تهدید زنها و اطرافیانش رو مجبور کرد که خواسته های جنسیش رو برطرف کنن و از شهرتش محافظت کنن و از دستوراتش اطاعت کنن. برای این کار از کارکنانش، منابعش و تأثیری که داشت استفاده کرد تا بقیه رو کنترل کنه. قاچاق جنسی، دزدیدن آدما، کار زوری و رشوه‌گیری هم از کارهاش بوده. هسته این پرونده ولی فریکافه. خب یعنی علتی که دستگیر شده، چیزی که دارن دنبالش میگردن، این فریکاف هاست. چیزی که توی پرونده میگه دقیقاً چیزاییه که ما از قبل توی پرونده کسی دیدیم درباره فریکاف ها. اما چیزی که اضافه شده اینه که خیلی وقتا چندین نفر آدم بودن که توی این قربانی این اتفاق ها بودن و شرکت میکردن و بسیار وحشتناک بوده دیگه. و بعضی وقتا تایید میشه که
بعضی وقتا روزها ادامه داشته. تقریبا بعد هر جلسه اینا باید آیوی فلوید میگرفتن تا کم بوده آبشون و اینا جبران شه. چیزی که گفته میشه توی پرونده جالبه. یه جاش میگه که دهه هاست این موضوع ادامه داره، خب این فریکاف ها. بعد یه جایش میاد میگه ما از سال 2009 میتونیم تایید کنیم. یعنی چی؟ اینا از سال 2009 مدرک دارن، احتمالا فیلم دارن حتی، خب چون گفتن که ویدیو اویدنس دارن، قشنگ گفتن که مدارک ویدیویی دارن. خب این پرونده کلا 14 تا صفحه بود، پس به خاطر برای اطلاعات بیشتر ما مجبوری منتظر بمونیم. از اون ور من احساس میکنم FBI علت این که اومدن اینو اعلام کردن این بود که میخوان، و خودشون هم البته اینو گفتن، که میخوان آدمهای دیگه تجربه هاشون رو در اشتراک بذارن و اینا بتونن آدمهای بیشتری رو پیدا کنن، خب و مدارک بیشتری رو در نتیجهش پیدا کنن و چیزو کامل کنن تحقیقاتشون. ولی خب یه چیزی دیگه که من خیلی دیدم اینه که خیلی ها میگن که آقا فریکاف ها خیلی وحشتناک بودن دیگه. خب پارتی ها چی؟ هر کی تو پارتی دیدی بوده آدم بدی. ببین همچین چیزی درست نیست. ما کلا 3 مدل مثل این که پارتی دیدی داریم. خب یکیش پارتیه که ساعت 9:30 شب تا 12 شبه. یکیش افتر پارتیه که مثلا یه کم دیگه بهتره. خب یکیش افتر پارتیه که دیگه خیلی چیزه. خب و چیزایی که ما خیلی شنیدیم درباره وایت پارتی ها بوده که مثلا اینکه توی این وایت پارتی ها خیلی کمتر از فریکاف ها ولی یه اتفاقات بدی میافتاده واقعا. خب و وایت پارتی ها بوده که مثلا ما اسم شنیدیم که آلیا توش بوده، ما اسم شنیدیم که جیلو توش زیاد بوده، دیکاپریو توش بوده، اشتن کوچر بوده، اینا بودن. خب این اسمایی که ما میبینیم مال وایت پارتی ها اکثرا، ولی باز هم با فریکاف ها فرق دارن. و از اون ور هر کسی هم تو فریکاف بوده صرفا مثلا آدم بدی نیست، شاید قربانی بوده باشه. یعنی مثلا اگه جاستین بیبر بوده باشه خب ما میدونیم که قربانی این آدم بوده، میدونی. حالا چیزی که تیم دیدی داره باش پیش میره و احتمالاً تو دادگاه هم باش پیش بره اینه که مثلا آره اتفاق میافتاده این فریکافا، دیدی هم فریکاف صداش میزده، اما یک چیز 2 طرفه بوده، چند طرفه بوده، تایید شده بوده، اینا خودشون قبول داشتن، اینا مشکلی نداشتن که شرکت کنن اینا. خب و من فکر نمی کنم خیلی بتونه با این موضوع پیش بره. علت هم داره. تو فایل اومده که دیدی از مواد استفاده میکرده تا قربانیا رو به اطاعت خودش در بیاره و از اون ور گذشته از اون می اومده بدون رضایتشون فیلم میگرفته ازشون و این فیلم ها دست FBI هست. خب و این موضوع خیلی براش بد میشه به نظرم، چون ما میدونیم که این آدم فیلماش اینا رو تهدید میکرده و حالا اگه از دیدی اینا واقعا فیلم داشته باشه این موضوع میتونه خیلی برای تیم دفاعیشون بد تموم شه. و از اون ور یادتونه گفته بودم که یکی از فریکافا بوده که $10,000 خسارت زده. خب اینجا اینا میگن که عددش سال 2012 بوده و $46,000 بوده. خب و اینا چجوری آخه من نمیدونم اینا چجوری میخوان بگن که ما $46,000 رو بدون این مراسم وحشتناک به جای این بگن که ما چیکار کردیم که همچی دمیجی زده. از اون ور یکی از برده های جنسی این آدم میاد حرف میزنه و میگه که مثلا با کسی رابطه داشته برای فریکاف ها، ولی آخرین تحولات توی کنفرانس چند روز پیش اتفاق میفته که یک وکیل خیلی معروف هست توی تگزاس و من خیلی ازش خوشم میاد. این وکیله الان 120 نفر رو وکیلشونه رپرزنت میکنه و این آدم اینجوری گفت بالای 300 نفر به دفتر ما زنگ زدن و گزارش دادن که چه مدلی این آقای دیدی ازشون سوء استفاده کرده، اما ما 120 نفر رو قبول کردیم که 60 مردن، کامل مدرک داریم برای اثبات حرف اینا. قربانی های دیدی اینا همش سیول سوته. خب مثلا در واقع یه چیزیه که بین 2 طرفه، اینا میخوان از دیدی یا پول بگیرن یا دیدیو بندازن زندان، این کارا اینجوری. خب ولی به هر حال قراره شکایت های اینها
توی 30 روز آینده کاملا پر شه و به دست ما برسه. و چیزی که هست، زمانی که این اتفاق افتاده 25 نفر از این 120 نفر زیر سن قانونی بودن و کوچیکترینشون 9 ساله بوده و این شکایات از سال 1991 شروع میشه. خب این پسر بچه 9 ساله رفته بوده که یه دونه آدیشن بده، تست بده برای اینکه قبول شه، برای اینکه با رکورد لیبل دیدی قرارداد ببنده. اما متاسفانه زمانی که مامان باباش ولش میکنن و به یک منطقه خصوصی بین خودش و دیدی میرسن، دیدی ازش سوء استفاده جنسی میکنه و برای خیلی از افراد دیگه هم همین جوریه. گفته میشه که یک سریشون توی پارتی‌های مختلف ازشون سوء استفاده شده، یک سری دیگه هم زمانی که رفته بودن تست بدن و برای ورود به صنعت موسیقی در واقع این اتفاقا در این راستا براشون افتاده. این وکیل میاد میگه که اسمهای خیلی بزرگتری از شان هم توی این مسئله درگیرن و یک وکیل دیگه هم هست خب که اونم اتفاقا شکایت فعال داره الان برای دیدی. و اون چی میگه؟ اون میگه که من یه تیپ دیدم خب و فکر کنم بعداً قراره ارائهش کنه، یه دونه ویدیو دیده که داشتن سعی میکردن بهش بفروشنش و گفته که بین دیدی بوده چند نفر دیگه که یکی از این چند نفر دیگه یک سلبریتی بسیار معروفتر از دیدی بوده و میگه که من دلم میسوخت براش. خب نگفته زنه یا مرده، هیچی نگفته، برای اون نفر دیگه دلش میسوخته. یه سری فکر کردن بیانسه است، یه سری فکر میکنن احتمال زیاد جاستینه که خیلی ترسناک میشه که اگه جاستین باشه. ولی خب کلا این پرونده پر از شایعه است. خب خیلی سعی کنید به تمام شایعه ها دامن نزنید. حداقلش اینه که بدونین کدوم اخبار رسمیه کدوم اخبار نیست. این چیزایی که من الان گفتم همش اخبار رسمی بود. اخبار غیر رسمی که مثلا وجود داره اینه که تونل پیدا کردن توی خونه دیدی که به پلی بوی منشن و به خونه مایکل جکسون راه داشته. خب همچین چیزی غلطه. FBI پیدا نکرده، شایعه است و یه شایعه‌ایه که سالها بوده که از پلی بوی منشن تا خونه سلبریتیا تونل هست و از همین شایعه داره این شایعه این یکی میاد. فعلا هیچ چیزی تایید نشده، ما هیچ چیزی نمیدونیم. اما خب من تئوری چیزو هم بررسی میکنم تو ویدیوی بعدی، تئوری مایکل جکسون رو. و این موضوع ما رو میرسونه به امروزی که داریم حرف میزنیم. الان دیدی دوباره درخواست آزادی داده، فکر نمیکنم قبول بشه، احتمال 99% نمیشه. خودش فکر میکنه میشه ولی خودش هر 3 دفعه فکر میکرده میشه، خیلی رو حساب نیست. بعد خود وکیلاش هی دارن میگن نه اصلا ما هم چی کاری نکردیم، این یعنی دیدی هم چی کاری نکرده، تو دادگاه ما میدونیم چی کار کنیم که ببریم و اینا. ولی خب الان خیلی ها مثل جیزی و بیانسه هم مردم درگیرشون کردن و درگیر شدن به هر حال و توی ویدیوی بعد درباره این موضوع حرف میزنیم. توی این زمان یه کسایی مثلا جیزی و بیانسه هم خیلی درگیر شدن و مردم درگیرشون کردن و یه عالمه تئوری درست و غلط ازشون هست که من توی ویدیوی بعد درباره اون موضوع هم حرف میزنم و من یه ویدیو برای تیلور کانیه دارم اینجا میذارمش، اونو هم ببینید چون توی ویدیوی بعد میام درباره همین جریانم حرف میزنم. حالا نظر شما چیه؟ چه چیزایی دیگه شنیدین و چه چیزایی مطمئنین درسته که شنیدین؟ تئوریایی که شنیدین چیه؟ بعد دیگه دوست دارین تو ویدیو بعد درباره چیا حرف بزنم؟ مرسی از این که تا اینجا ویدیو با من بودین. خداحافظ.